سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. من آرتین هستم و امروز با هم اومدیم سراغ این که بریم از چت جی پی تی بپرسیم آیا به نظر جام جهانی 2026 رو کی میبره. بریم که بپرسیم. قبل اینکه بپرسیم حتما واسم یه کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و چنل رو بزنید روی دکمه مشترک شدن. خب اول سلام و احوال پرسی ازش میپرسیم میشه به هم بگی به نظرت کی جام جهانی 2026 رو کی میبره؟ میبره. خب بچه ها بریم. خب نوشته خب پیش بینی کردن درباره جام جهانی 2026 کمی سخته، چون خیلی عوامل مختلف میتونن تأثیر بذارن، مثل فرم تیم ها، وضعیت بازیکنان و حتی شانس. اما اگر بخواهیم تیم های معروف و قوی را در نظر بگیریم، تیم های مثل برزیل، آرژانتین، فرانسه و آلمان همیشه شانس بالایی دارن. آرژانتین که بعد از بردن جام جهانی 2022 روحیه خیلی بالایی داره و ستاره هایی مثل مسی رو داره. البته مسی ممکنه دیگه نباشه، ولی تیم خیلی خوبیه. از طرف دیگر فرانسه همیشه تیم قدرتمندی داشته و بازیکنای فوق‌العاده مثل امباپه داره. اما یک تیم مثل مکزیک یا ایران هم ممکنه شگفتی خلق کنه. نظر خودت چیه؟ تیم مورد علاقه‌ات کیه؟ بچه‌ها گفته که ممکنه برزیل یا آرژانتین یا فرانسه یا آلمان گفته ممکنه مکزیک و ایران هم ممکنه شگفتی خلق کنن، ممکنه هم ببرن. خب بچه‌ها رسیدیم به پایان ویدیو. بچه‌ها ممنون که تا اینجا اومدید. تا ویدیو دیگر فعلا خداحافظ.